درود بر شما دوستای عزیزم به کانال یوتیوبی با هم پول داشتیم. خیلی خوش اومدید. وحید هستم. توی این کانال آموزش‌هایی رو واسهتون قرار میدم که بیاین با کمترین کار ممکن درآمد خیلی خوبی رو از اینترنت بتونید به دست بیارید. توی این ویدیو دو تا بازی براتون در نظر گرفتم از مجموعه بازی فست توکن که این روزها خیلی ترند شده، خیلی مد شده. بازی فست توکن یه توکنی که شما میید بازی رو توش انجام میدید، کوینا رو دریافت میکنید، این رو تبدیل میکنید به توکن FTN هم یه توکنی که دیگه تو اکثر صرافی‌ها الان لیست شده. خیلی راحت میتونید این رو نقد بکنید و ریالش بکنید و بیاید تو حساب بانکیتون و خرج بکنید و لذتش رو ببرید. تایمایی که بیکار هستید تو اتوبوس، مترو، تاکسی این ور اونور یا خسته شدید میخواید یه بازی انجام بدید، با گوشیتون یه فرش بشید، میتونید این بازی‌ها رو انجام بدید و پول هم دریافت بکنید. بازی‌های خیلی جذابی هم هستن این دو تا بازی. بازی اولی که واسهتون در نظر گرفتم فوتبال تقریبا یه جورایی شما میایید پنالتیتون رو میزنید، ضربتون اگر وارد دروازه بشه گل بشه به شما کوین پرداخت میکنه، اون کوین رو تبدیل میکنی به FTN، لذتش رو میبری. بازی دومی از این بازی رانینگ هستش که دارید تو خیابون میدوید به سمت یک انتها که سرعتش زیادتر میشه و شما باید جا خالی بدید که به موانع برخورد نکنید. بازی جالبیه. رو گوشی کوچولوهاتون هم تو خانواده اگر دارید میتونید نصب کنید که اونا میخوان سرگرمشن بازی بکنن، این بازی‌ها رو انجام بدن، پولم در بیارن. و اگه موافقید که این آموزش رو ببینیم تا انتهای ویدیو من همراه باشید. پس let's get rich together. قبل از اینکه بریم سراغ آموزشمون جا داره تشکر بکنم از همه دوستایی که از من حمایت میکنن، ویدیوها رو لایک میکنن، نظرشون رو برام کامنت میکنن. شما دوست عزیزی هم که اولین بار داره این کانال رو تماشا میکنی، یادت نره که ویدیو رو لایک بکنی، نظرت رو هم برام کامنت بکنی، چرا که خیلی واسه هم مهمه. اگه دوست داشتی سابسکرایب کن، رو زنگوله هم بزن که از ویدیو بلافاصله از انتشارشون با خبر بشی، بتونی بیای ویدیو رو تماشا بکنی و لینک رفرالت رو زودتر با دوستات به اشتراک بذاری و زیر همین ویدیو کامنتش بکنی. دیگه بریم سراغ آموزشمون. تصویر این بغل الان براتون میاد بالا. بازی اولی که میخوام بهتون معرفی بکنم بازی پنالتی زدن هستش که میتونید از این بازی درآمد خیلی خوبی رو به دست بیارید. این بازی بهتون فست توکن میده. حالا دوستانی که نمیدونن چیه، رو شبکه باهامات فست توکن تو همه صرافی‌ها هم میتونید بلافاصله برید و نقدش بکنید. برای این بازی شما باید تلگرام داشته باشید. لینکش رو روی کامنت اول براتون میذارم. یادتون باشه همیشه لینک ها رو تو کامنت اول براتون پین میکنم زیر ویدیو. میشه کلیک بکنید وارد ربات بشید، رو استارت کلیک میکنید و بعد از اینکه استارت شدید وارد این بازی میشید که یه سری توضیحات رو بلافاصله بهتون نشون میده که اهمیتی نداره برای ما. روی گزینه اوپن ویو FTN کلیک میکنید مجدد و وارد صفحه بازی میشید بلافاصله. اگر گیرداد بهتون وارد نشد شما فیلتر شکنتون رو عوض بکنید یا پروکسی که دارید استفاده میکنید رو در بعد ورودتون به صفحه بازی ازتون میخواد که ولتتون رو بزنید. رو گزینه کریت ولت کلیک میکنید و وارد که شدید به شما کلمات کلیدتون رو میده. اسکرین شات بگیرید، یادداشت بکنید، برای خودتون ذخیره بکنید که نیاز بهش پیدا میکنید. قطعا بعد وارد صفحه بازی میشید که خیلی بازی ساده ایه. هر یک ساعت یه بار، حالا ممکنه زمانش رو تغییر بده، شما میایید وارد این صفحه میشید و یه شوت میتونید بزنید، پنالتی رو میزنید و اگر وارد شدید، وارد دروازه بشه پنالتیتون و گل بشه، به شما یه مقدار ویوا میده که الان دیدید که گل شد و به من 0.3 ویوا پرداخت کرد. حالا همونطور که میبینید میگه که یک ساعت دیگه بیا شوت بعدی تو بزن که بهت ویوا بدم. حالا ما میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم. رو گزینه میشنز من کلیک میکنم، وارد مأموریت هاش میشم. همونطور که تو این صفحه میبینید یه سری کارها به ما گفته انجام بده که بابتش مبالغ خیلی خوبی هم پرداخت میکنه. مثلا گفته که بیا کانال تلگرام ما رو سابسکرایب کن، توش جوین شو. توش کلیک میکنم، میرم وارد کانال تلگرامیش میشم، جوین میشم، برمیگردم تو این صفحه. صبر میکنید این تیکه که خورد تایید شد، رو گزینه کلیم کلیک میکنید، میبینید که 2 تا ویو بلافاصله به حساب من اضافه شده. یه سری کارهای دیگه داره، میگه شما اگه 100 نفر رو بتونید اضافه بکنید، لینک های خودتون رو حتما زیر این ویدیو کامنت بکنید. تکرار میکنم، لینکتون رو زیر ویدیو حتما کامنت بکنید. دوستان با لینک های شما بیان و اینکه میتونید بیاید توی گروه تلگرامی گت ریچ توگیدر. اونجا چه لینک این برنامه، چه لینک سایت ها، برنامه، بازی که خودتون دارید کار میکنید رو با دوستان به اشتراک بگذارید و دور همی پول در بیاریم. مثلا 100 نفر رو بیارید بهتون 10 تا ویوا پرداخت میکنه و الی آخر که کارهاش بروز میشه و میتونید کارهای مختلفی انجام بدید و ویوا دریافت کنید. همونطور که میبینید 2 تا به حساب من اضافه کرد، شدم 2.3 ویوا. گزینه بعدی بوسته که کار نمیکنه فعلا. گزینه بعدیش گزینه ایمیت فرندتون هستش که میتونید بیاید
کلیک بکنید لینک های خودتون رو بردارید و هر جا که دوست دارید زیر این ویدیو که حتما کامنت بکنید. گروه های دیگه که هستید خودتون زیر مجموعه گیری بکنید، به دوستاتون این بازی رو معرفی بکنید، چرا که خیلی راحت بهتون پول رو پرداخت میکنه. و برای برداشت هم کافیه رو گزینه سواب کلیک بکنید. رو سواب که کلیک میکنید میاید اینجا و گزینه و برای برداشت از این بازی هم شما باید رو گزینه سواب کلیک بکنید و وارد این صفحه میشید. تو این صفحه که اومدید میبینید که موجودی ویواتون رو میبینید، این رو باید تبدیل بکنید ابتداً به FTN و خب ما FTN باید یک مقدار داشته باشید توی ولتتون. شما باید این مقدار فعالیت کرده باشید که موجودیتون به یک مقدار قابل توجهی برسه، بعد بتونید تبدیل بکنید به FTN که شما 10 تا FTN رو میتونید برداشت بکنید از این سایت. همونطور که گفتم FTN فست توکن شما تو همه صرافی‌ها میتونید نقدش بکنید، ویوا رو تبدیل میکنید به FTN و بعد از اون ترانسفر رو کلیک میکنید که حالا به اون مقدار برسید هر 10 تا میتونید برداشت بکنید. آدرس ولتتون رو از هر صرافی که دارید برمی‌دارید و بهش میدید رو پول میاد به حسابتون و نقد میشه. حالا اگر خودتون هم خواستید بهش FTN بدید که بهتون توصیه نمیکنم، میتونید رو گزینه ستینگ کلیک بکنید. اونجا اطلاعات حسابتون هست، آدرس ولت FTN تون اینجا قرار داده شده و سایر گزینه‌ها که دیگه حالا باهاش کاری ندارید دیگه شما میتونید بهش FTN هم بدید که توصیه نمی‌کنم این کارو بکنید. امیدوارم که تا اینجا این ویدیو از این آموزش، از این پنالتی زدن خوشتون اومده باشه. بریم سراغ بازی دومیه. اگه چنل رو هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، ویدیو رو یادت نره لایک کنی، دست درد نکنه، رو زنگوله هم بزن. تصویر این بازی هم الان براتون این بغل میاد بالا. همونطور که بهتون گفتم لینک دریافت این بازی رو هم براتون تو کامنت اول پین میکنم. شما هم لینک های خودتون رو بعدش بذارید، بیاید زیر کانال Get Rich Together گروه تلگرام بیاید اونجا لینکاتون رو با هم دیگه به اشتراک بگذارید. و این از اون بازی نیست که بهتون پرداختی نداشته باشه و همونطور که اول ویدیو گفتم خدمتتون بازی رانینگ. خیلی از این بازی هست که شما میرید جلو، از اون بازی سال جلوتر با هم دیگه میبینیم. ثبت نامش رو دیگه حالا من بهتون نشون نمیدم دوستای عزیزم، چون خیلی ساده است. ایمیلتون رو میخواد، یه پسورد براش میسازید و وارد صفحه بازی میشید. رو اون قسمت بالا که کلیک بکنید وارد پروفایلتون میشه که حالا صدای موزیک بازی رو میتونید کم و زیاد بکنید و اطلاعات حسابتونه. چیز خاصی نداره. قسمت بعدی بخش مای فرندز هستش که شما میتونید یک حالت رقابتی با دوستان خودتون ایجاد بکنید و رکوردهای همدیگه رو اگه دوست داشتید بشکنید و اد فرند که کلیک بکنید آیدی دوستاتون رو سرچ میکنید و اضافه میکنید به لیست دوستان خودتون. گزینه بعدی که میخوام بهتون بدم گزینه بونوساش هستش که شما روش میتونید هر روز هر تایمی که دوست داشتید بیاید روش کلیک بکنید و مثلا روی اسپین بزنید، میچرخه به شما 30 تا کوین مثلا اینجا جایزه داد. نکته داره که هر 5000 تا کوینی که از این بازی میگیرید معادل $1 هستش. گزینه بعدیش دیلی بونوس که شما هر روز بیاید کلیک بکنید هر روز به شما مقدار بیشتری کوین میده که شما اگه یه روز فراموش بکنید دوباره میره از اول 20 تا کوین بهتون میده، ولی هر روز بیاید روزانه مبلغش بیشتر میشه. گزینه بعدی گزینه لوکی کارت هستش که شانسیه. شما میایید چند تا کارت انتخاب میکنید، همونطور که میبینید بهتون یه مبلغی رو پرداخت میکنه، یه تعداد کوین بهتون میده و تا اینجا ما تونستیم همین بازی رو شروع کردیم 180 تا کوین به دست بیاریم بلافاصله خیلی راحت. و روی این گزینه که کلیک بکنید شما وارد صفحه بازی میشید. همونطور که گفتم بازی رانینگ هست، شما شروع میکنید به دویدن و این کوین ها رو جمع میکنید. خیلی بازی فان و باحالی هم هستش، گرافیک خیلی خوبی داره. همونطور که میبینید تایمای خستگیتون میخواید رفرش بشید بازی بکنید، کاری انجام بدید، این بازی رو میتونید انجام بدید و پول هم ازش دریافت بکنید. حالا رفته رفته این هی میدوه، سرعتش هم بیشتر میشه. شما نباید به این مانع ها برخورد بکنید، باید بپرید، لاینتون رو عوض بکنید، از زیر این مانع ها رد بشید گاهی. و همونطور که میبینید من همینجوری دارم بازی میکنم و کوینا رو دریافت میکنم و میرم جلو و ارز دیجیتال هستش در واقع این بازی هم، اما مبلغ خوبی داره و هرچی سرعت بیشتر میشه خب احتمال خوردنتون به این مانع ها بیشتر میشه. شما اما تو هر باری که این بازی رو انجام میدید 3 تا جون بهتون میده. شما 3 بار میتونید به مانع ها پرداخت بکنید. اما همونطور که میبینید من دارم حالا با شبیه ساز اندروید بازی میکنم، ولی بازی خوبیه. هر سری که بازی بکنید میتونید حداقل 500 600 تا کوین رو راحت میتونید به دست بیارید. اما اگر حرفه‌ای تر بشید میتونید مبالغ بالاتری رو دریافت بکنید. هیچ تبلیغ چیزی هم نداره این بازی که شما رو بخواد اذیت بکنه. و دیدید من
چند دقیقه اومدم تو این برنامه، همین ابتدا 800 تا کوین به دست آوردم تقریبا و 800 تا کوین برای این بازی عدد خیلی خوبیه. با یه دست بازی کردن شما چند دست بازی کنی 5000 تا کوین به دست بیاری معادل $1 میشه. پس از این بازی خیلی راحت و خوب میتونید پول در بیارید. حالا هر چقدر که دوست دارید میتونید بازی کنید و پول بیشتری طبیعتا به دست بیارید ازش. گزینه بعدیش هم دوست عزیزم گزینه شاپ هستش که شما با کوینایی که به دست آوردید میتونید بیاید اینجا یه سری تو قسمت بوستر یه سری چیزا بخرید. مثلا کوین مگنت خریداری بکنید، 500 تا بهش بدید کوین مگنت رو بخرید. هر چیزی که هست شما وقتی دارید میدوید هر چی دور و بر هستش براتون جمع میکنه یا مثلا دابل میکنه براتون گزینه بعدیش. حالا این گزینه همیشگی نیستش، ممکنه بعضی وقتا باشه نباشه، این بستگی به خودتون داره. اگه دوست دارید اینا رو خریداری بکنید یا گزینه ویهایلز هستش، اونجا میتونید برید موتور بخرید، با موتور دور بکنید تو این بازی و کوین های بیشتری رو دریافت کنید. و الی آخر که حالا اینا ممکنه تغییر بکنه، همیشگی نیستش، حالا آپشن هایی که فعلا گذاشته براتون. و حالا همونطوری که ابتدای این ویدیو خدمتتون عرض کردم، این بازی فست توکن هستش که در واقع توکن FTN هستش. شما برای اینکه این پولت رو باز بتونید نقد بکنید رو گزینه چنج اینجا کلیک میکنیم، ما وارد این صفحه سواپش میشیم. تقریبا هر 95000 تا کوینی که شما از این بازی دریافت بکنید بهتون داره میگه که یه دونه FTN تقریبا $2 الان. پس شما اگر بازی بکنید روزی چند دست خیلی راحت میتونید به این عدد برسید. 10000 تا کوین رو جمع بکنید توش هر روز و معادل $2 در واقع پول راحت میذارید توی کیف پولتون و برای برداشتش هم رو گزینه کش آوت اونجا کلیک میکنید و میتونید این پول رو انتقال بدید به هر صرافی که دوست دارید و FTN خودتون رو برداشت بزنید و نقد بکنید و بعدم بیاید صرافی ایرانی و ریالش بکنید و ریالا رو هم بزنید به حساب بانکیتون و این پول میاد توی حسابتون، لذتش رو ببرید. با یه حساب کتاب سادم شما اگر روزی بیاید چند دست بازی بکنید و یه مقدار حالا وقت بذارید براش، شما میبینید که شما روزی اگر 100000 تا کوین دریافت بکنید از این بازی، 100000 تا کوینش تقریبا معادل 2 تا FTM میشه که یه FTM $2 قیمتشه و شما اگر هر روز این کار رو انجام بدید، حالا مبلغ زیادی نمیشه اما تو ماشین حساب اگر بزنیم همونطور که میبینید شما میتونید ماهی 500-600 با نرخ فعلی $. از این بازی درآمد به دست بیارید. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه از این آموزش. اگر سوالی نکته‌ای بود راجع به این فست توکن ها حتما توی زیر ویدیو کامنت بذارید. برام اگه بازی دیگه ای هم هست لینک های خودتون رو بذارید، دوستان میان دیگه 2 تا از این بازی بهتون توی این ویدیو معرفی کردم، میتونید بیاید انجام بدید، دوستان بیان اون بازی دیگر رو هم انجام بدن و کوین های بیشتری به دست بیارن که پولاتون رو پر بکنید از FTN. تشکر میکنم ازتون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه چنل رو هنوز سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، نظرت رو واسم کامنت کن، ویدیو رو یادت نره که لایک بکنی. دوست عزیزم مطمئن باش که بهترین آموزش ها رو برات قرار میدم که بیای و با کمترین کار ممکن بتونی درآمد نسبتا خوبی رو از اینترنت به دست بیاری. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.